گیاهی مونده، نه حیوانی و نه انسانی، نه فرشته‌ای و جهان سوت و کور و متروک هستش. فقط خداوند بارا تعالی وجود داره. در حالی که با خودمون میگیم پس بقیه کجا هستن، خداوند متعال اسرافیل رو زنده میکنه تا برای بار دوم تو سورش بدمه و همه دوباره زنده بشن. ابتدا صدای کرکننده سور تو فضا شنیده میشه و بعد بقیه سه فرشته بزرگ یعنی جبرائیل، میکائیل و عزرائیل دوباره زنده میشن. چون اونا یه مأموریت خیلی مهم دارن. اونا باید میدان محشر رو آماده کنن که قرار توش اتفاقهایی بیفته که از شنیدنش موهای تنتون سیخ میشه. زمین نقره‌ای رو آماده میکنن که روش هیچ عصیان و گناهی علیه خداوند انجام نشده. این مکان به قدری بزرگ هستش که اگه انسان بخواد تو کل این مکان قدم بزنه 124,000 سال طول میکشه. البته از زمان حضرت آدم تا الان قرار میلیاردها انسان تو این میدون جا بشن. این مکانی که دیدین قرار پر از انسانها و اجنه‌ای بشه که منتظر رسیدگی به اعمالشون هستن. آیا قلبها میتونن اتفاقاتی که قرار تو روز قیامت بیفتن رو تحمل کنن؟ قبل از هر چیزی خداوند متعال بارونی به زمین میفرسته که تا به اون روز مشابهش دیده نشده و آب به هر جایی که میخوره همه انسان ها مثل گیاهان مخفی از زیر خاک دوباره زنده میشن. پیامبر اکرم قبل از همه انسانها با لباسی بهشتی زنده میشه. موجودی به اسم براق که مأموریت بردن پیامبر به عرصه محشر رو بر عهده داره به پیامبر نزدیک میشه. فقط پیامبر اجازه سوار شدن روی این مرکب رو داره که اسمش به معنی درخشان و تابان هستش. این موجود سفید و درخشان که 2 بال داره پیامبر رو سوار میکنه و با سرعت زیاد حرکت میکنه و ایشون رو به میدان محشر میبره. به پیامبر بعد از استقرار تو جایگاه مخصوص خودش تو میدان محشر پرچمی به اسم لواء حمد داده میشه. مؤمنانی که قرار همراه با میلیاردها انسان دیگه زنده بشن زیر